در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مسابقه بوکس بین نورسان برگزار شد. این چهاربینی ورزشی با مقصد مستحکم نمودن علاقه دوستی بین ورزشکاران کشورهای همسایه و بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران نورس راه اندازی گردید. در این چهاربینی ورزشی 220 نفر ورزشکار از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان اشتراک نموده بین هم زور آزمایی کردند. این مسابقه را ما با مقصد مستحکم نمودن دوستی بین ورزشکاران و بلند برداشتن ملکه و مهارت بوکسچی‌های نورس راه اندازی کردیم و ورزشکاران را از جمهوری‌های تاجیکستان و قزاقستان دعوت نمودیم. در چهاربینی ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در برابر ورزشکاران جمهوری‌های ازبکستان و قزاقستان مهارت خیلی خوب نشان دادند. این از آن شهادت می‌دهد که نمود بوکس در جمهوری تاجیکستان روز از روز رشد و نمو یافته ایستاده است. در آینده می‌خواهیم همین گونه چهاربینی‌ها بیشتر برگزار کرده شود تا ملکه و مهارت ورزشکاران نورس بالا رود و آنها توانند در مسابقه‌های بین‌الخلقی و جهانی کشور خود را معرفی نمایند. در مسابقه از کشور ما 6 نفر مشت‌زن‌های نورس اشتراک نموده مهارت بلند نشان دادند و با 4 مدال طلا و 2 مدال نقره به وطن برگشتند. در این مسابقه ورزشکاران را مربیان پرتجربه نیازالدین میربابویف، سیدخواجه معموروف و والدان آنها راهبردی نمودند. 4 روز باز در این مسابقه اشتراک کرده ایستاده‌ام. امروز در بازی‌های فینالی رقیب خود را از جمهوری همسایه ازبکستان شکست داده سزاوار جای اول گردیدم. من مینتداری خود را به پدرم و استادانم میربابویف نیازالدین و معموروف سیدخواجه میرسانم که مرا همه طرفه دستگیری میکنند. من در آینده نیت دارم که در بازی‌های آسیا، جام جهان و المپیاد اشتراک کرده سزاواری جای اول گردم و پرچم وطنی عزیزم را بلند بردارم. مشت‌زن‌های نورس کشور ما جلال قاسموف، بهروز عمروف، فیروز بایمتوف و انوشروان صدیقوف دستپروران مکتب‌های ورزشی ولایت سوخت و شهر دوشنبه در این مسابقه مهارت بلند نشان داده همه حریفانشان را شکست دادند و به گرفتن مقام‌های اول مشرف شدند. به افتخار این ورزشکاران پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بالا برداشته شد. امروز در بازی‌های فینالی رقیبان خود را از جمهوری همسایه ازبکستان شکست داده سزاوار جای اول گردیدم. من مینتداری خود را و پدرم و استادم معموروف سیدخواجه میرسانم که برای در چنین مسابقه‌ها اشتراک کردنم مرا همه طرفه دستگیری میکنند. من در آینده نیت دارم که در بازی‌های آسیا، جام جهان و المپیاد اشتراک کرده سزاوار جای اول گردم و پرچم وطنی عزیزم را بلند بردارم. هنگامی بازگشت ورزشکاران را در شهر خوجند مربیان مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت و والدان و پیوندانشان گرم و صمیمی استقبال نموده تبریک و مبارکباد گفتند. خط کرده شد که من بعد این ورزشکاران به دیگر مسابقه‌های بین المللی در پیش ایستاده سفربر کرده می شوند.